سلام و صد سلام. امید که هر کجایی که هستین جور و سلامت باشین. امروز ما تصمیم گرفتیم بایسکل سواری بریم و یک تغییراتی در لایف استایل خود بیاریم و به سلامتی خودم یکم فکر کنیم. و جریان برگشت که طرف خانه می آمدم چشمم به این سرک افتید، گفتم که چقدر خوب میشه این سرک مثال بارز بزنس در نظر بگیریم. حالا بارزم نه، اما خب مثال خب میشه. وقتی من در این سرک قدم ماندم تا که پیش نرم به مقصد خود نمیرسم. بزنس هم همین رقم است. اگر میخوایی که شروع کنی، شاید جریان راه پستی بلندی باشه، اما لازم نیست تو بترسی، به خاطر که وقتی که تا نیستی شروع کنی، وقتی مهمترین تصمیمی شروع کردنش بوده خودت گرفتی، پس نباید بترسی. اگر محکم و با اراده محکم پیش بری، حتما که تو موفقیت هایی را در این راه میبینی که خودت به خودت افتخار میکنی. بزنس همین رقم است. و اگر واقعا علاقمند هستی که میخوای شروع کنی که درآمدت دست خودت باشه، تایم کاری در دست خودت باشه، درآمدایی را آدم جریان ای بزنس به دست میاره که واقعا شگفت زده میشه. و اگر دوست داری که علاقمند هستی که تایم بیشتری را کنار فامیلت باشی و بزنسی را که شروع میکنی هم ازش لذت ببری و هم کار کنی هم درآمد داشته باشی، کافی است که نام و ایمیل تا بر من رای کنی تا به صورت اتوماتیک تمام ایمیل ها برات رایی شود و خودت میتونی پروسه 1 ماهه را به صورت رایگان به دست بیاری و تصمیم بگیری که در این راه با ما همراه شوی. منظورم این سرک نیست، منظورم راه بزنسی است. اگر دوست داشتی و علاقه‌مند شدی، پس نام ایمیل تا بر من رایی کن تا بتونیم که با هم در این راه پیش بریم و موفق شویم. تا دیدار بعد.